ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه خبر داد که در پی زنوزنی گروهی در طربخانه بخورو پلاس در مرکز پایتخت تاجیکستان 4 نفر از جمله علیشیر گلوف پسر شیرعلی گل وزیر سابق صنعت و انرژتیک تاجیکستان و قدوی پرزیدنت امامعلی رحمان به 7 شبانه روز حبس مأموری محکوم شدند. بنا به اطلاع رسمی میلیس دوشنبه شب 30 نوامبر سال جاری تقریبا ساعت 9:00 دقیقه یک گروه جوانان در طربخانه بخورو پلاس با همدیگر مناقشه نموده با الفاظ قبیح ترتیبات جمعیتی را دغلانه ویران کردند. وابسته به حالت مذکور از جانب کارمندان مقامات میلیسیا یک قطار چاره‌بینی‌های فوری و جستجویی گذرانده شده. در نتیجه با گمان اشتراک در این مناقشه 4 شهروند ساکن شهر دوشنبه گلوف علیشیر شیرعلیویچ سال تولدش 1998، محمد بیکوف رحمان عزیز بیکوویچ سال تولدش 1997، خوجایف جسور فروخویچ سال تولدش 1997 و شریپوف سوراب رستمویچ سال تولدش 1996 دستگیر کرده شدند. ضمن سنجش معین کرده شد که نام بردگان در حالت سرخوشی ترتیبات جمعیتی رو ویران نموده با همدیگر مناقشه کرده. وابسته به حالت مذکور نسبت به نام بردگان طبق طلبات ماده 460 مایه باشی کودکس حقوق ویرانکنی مأموری جمهوری تاجیکستان پروتکل‌های مأموری ترتیب داده شده جهت چاره‌جویی به دادگاه نویه اسماعیل سامونی ارسال کرده شد. از جانب دادگاه نسبت به دستگیر شدگان جزا در نمود حبس مأموری به مدت 7 شبانه روز تطبیق گردید گفته می شود در اطلاع میلیس پایتخت تاجیکستان. قبلا خبرهای نشر شد که در زنازنی ساعت 3 شب 3 نوامبر بین افراد علیشیر گلوف پسر شیرعلی گل و افسر قشونهای داخلی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان شیردل سراجوف پسر صاحبکار و مالک بازار سابق جلجم در مرکز دلخوشی بخورو پلاس در دوشنبه از دو طرف 5 نفر مجروح شدند. گفته می شد که هر دو طرف سرخوش بودند و در جریان زنوزنی از کرد و آهن استفاده بردند و 4 تن از زخمیان از جمله 2 تن از دوستان علیشیر گلوف و شیردل سراجوف به بیمارستان قریه بالا بردند. در گذشته نیز نام علیشیر گلوف در پی یک چنین زنوزنی در طربخانه رسانه‌ای شده بود، اما نام برادر او دلاور گلوف چندین بار برای اشتراک در زنوزنی‌ها به سرخط خبرها افتاده است و بار آخر او را در پی یک لطوکوب یک افسر وزارت کارهای داخله برای یک مدت کوتاه حتی محکوم به زندان کردند.